کنین. کلمه رقابت سالم یکی از بدترین کلمات است که اختراع کردن. این خطای ذهنی است، خودفریبی است، دیگر فریبی است. رقابت بد است. چیز بد سالمش از کجاست؟ در این وطن خود ما دیدیم چی رقابتایی بود؟ این جناب شهرک میگرفت، او دیگه در مزار دوتا شهرک بگیر، این در ایراد شهرک جور کنه، این در دبی بلند منزل گرفته، این در ترکیه دوتا بگیره، این میری بلند منزل فلانی تاور، پیش میری باز از فلانی تاور، باز میری در این کجا از فلانی تاور. اون دیگه تاور تو چی میکنی؟ عزت خود به خاطرش فروختن، شرف فروختن، رهبر بودن، رهبری خودت صفر ساختن. شما هم یالی پستایشون بخونین، یک پست میمونه غیر یک 4 تا چاپلوسشان که هنوز هم رابرم هم رهبرم نمیگه، رابرم میگه رابر هستن دیگه، کش کنین سفر نیستن. نگاه به خدا دوزه میره. او مثلا از بیرون نشته میکنه که تو میگه شکر که از دست شما بی غم شدیم، برو غم مار. میگه اینجا مثلا گشنگی میگه برو خیر ما از گشنگی میمونیم، شکر که شما نیسته. این چی شد؟ به خاطر شهرک و بلند منزل و پول حیثیت خود فروختن. یک روز از محکمه